طبق اطلاع از رسانه‌ها در حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان‌آباد در ناحیه رودکی 5 مرزبان و 1 مأمور میلیسا جان باختند. این در حالی است که مقامات تاجیکستان تاکنون درباره کشته شدن مأمور میلیسا بهرام قاسمزاده و مرزبان عزت‌الله لطیفов گزارش داده بودند و خلاص. این خبر را منابع رادیو آزادی نیز تصدیق کردند و هویت قربانی ششم را نیز آشکار کردند. طبق منبع خبر سرباز کشته شده نعیم جان سیدعلیمov از ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوغد است و روز گذشته در یک مراسم خاص دفن کرده شده است. از این پیش وزارت کارهای داخلی خبر داده بود که 20 جنگجوی گروه تندروی دولت اسلامی شب 3 نوامبر از ناحیه قلعه زال افغانستان به حدود ناحیه قبادیان تاجیکستان گذشته به دیدبانگاه مرزی سلطان‌آباد صبح 6 نوامبر حمله کردند. در نتیجه 15 حمله‌ور کشته، 5 تن دیگر دستگیر شدند. این هم در حالی است که مقامات وزارت دفاع افغانستان روز 7 نوامبر گفتند جنگجویان داعش از قلمروی آنها به دیدبانگاه مرزی تاجیکستان حمله نکردند. شرکت هواپیمایی سامان ایر با شرکت ایربس یادداشت به امضا رسانید و در دایره سند مذکور سامان ایر تصمیم دارد علاوه بر چرخبال H125 که الکی وارد دوشنبه گردیده است، یک چرخبال H125، 2 چرخبال H130، 2 چرخبال H175، در عموم 5 عدد چرخبال و همچنین هواپیماهای نوی ایربوس خریداری نماید. طور رسانه دولتی خاور اطلاع داده است یادداشت حسن تفاهم دیروز 7 نوامبر در شهر پاریژ ضمن واخوری هیئت رسمی تاجیکستان تحت سروری رئیس جمهور امامعلی رحمان با نمایندگان صاحبکاران و سرمایه‌گذاران جمهوری فرانسه به تصویب رسید. گفتنی است یک چرخبال H125 در فروش 3,89,950 یورو نرخ دارد و نرخ چرخبال H130 باشد 3,675,500 یورو است. قبلا شرکت سامان ایر چرخبال ایربوس هلیکوپترز H125 خریداری نموده بود که آن دارای عملیاتناکی بلند، عیانیت اعلی، لرزشی پست در کابینه بوده، 5 جای نشستی مسافران دارد. مدل H125 از همه چرخبال‌های یک محرکه صنفی خود با خصوصیت‌های تکنیکی، گوناگون جبهگی، سطح بی‌خطری و ارزش دسترس، اینچنین از جهت کار در شرایط شدید برتری داشته برای استفاده در بلند کوه‌ها و گرم مطابق می‌باشد.